آقا غول مرحله آخر آوردم واسهتون. سبزه کیوی اصلا کار هر کسی نیست. یعنی مطمئن باش تو خونه هیچ کس پیدا نمیشه دور و برت. اول از همه دونه ها رو به صورت گله‌ای جدا می‌کنید، می‌ریزید روی دستمال کاغذی که یکم رطوبتش گرفته بشه. دونه ها رو از هم تفکیکشون می‌کنیم، اجازه میدیم یکم خشک بشن. میتونید دونه دونه اینا رو بردارید، نیاز به خشک شدن هم نداره، مستقیم میتونید داخل آب ببرید، ولی تا برپایی قیامت طول میکشه. برای هر نصفه کیوی یه لیوان آب ولرم کافیه. داخل لیوان آب ولرم هلشون میدید، راحت جدا میشن از روی دستمال کاغذی، میریزید اونجا. 24 ساعت داخل آب میذارید بمونه، تا 48 ساعت هم اشکالی نداره. بعد اون اسیدیته که خود میوه کیوی داره از دونه ها جدا بشه. طبق معمولای دستمال کاغذی خیس میذارید توی ظرف دربست. اینجا دونه ها پوستشون باز شده. تو روز 22 ابتدای ریشه زایی داره اتفاق میفته. تو ماه اول اون دونه هایی که دیگه غیر فعالن کامل مشخص میشه. همونطور که میبینید بعضیشون غیر فعالن. بعد از 6 هفته جوانی کیوی دارید شما. این جوانی کیوی ها رو میکارین روی سطح خاک. بعد از حدود 2 ماه و نیم یه همچین شرایطی داره و میاد از هم تفکیکش میکنید. رطوبت فوق العاده بالایی میخواد، خیلی لاکچریه، خیلی سخته. من فکر می‌کردم تا دی و بهمن آماده بشه، ولی توی اسفند آماده شد. برای بروش کردن نیاز به قیم داره، نرم ماده داره. کپشن اصلا فراموش نشه.